سلام، من سعید حاجی رحیم جوشقانی هستم. 31 ساله، دانشجوی آیولر. بنده حدود 4 ساله که دارم روی هوش مصنوعی، بهینه‌سازی هوشمند، ماشین لرنینگ، دیپ لرنینگ و کلا حوزه هوش مصنوعی و ای آی کار میکنم. یه حدوداً از 10 سال پیش به مکانیک کوانتوم و فیزیک کوانتوم هم علاقه‌مند بودم و حدود 2 ساله که دارم روی محاسبات کوانتومی و کلا مکانیک کوانتومی کار میکنم. هدف اصلی من تلفیق و ترکیب دو حوزه انقلابی، یعنی هوش مصنوعی و مکانیک کوانتوم یا محاسبات کوانتومی هست که این باعث میشه در واقع ما بتونیم از قابلیت‌های فیزیک کوانتوم در هوش مصنوعی بهره ببریم. همونطور که میدونید الگوریتم‌های بهینه‌سازی معمولاً از طبیعت الهام گرفته شدن، ولی ما میتونیم بعضی موقع‌ها بیایم حالا الگوریتم‌های هوش مصنوعی و یا حالا بهینه‌سازی رو از روی پدیده‌های فیزیکی هم در واقع الهام بگیریم و اونا رو در اونها پیاده سازی کنیم، مثلا در همتنیدگی کوانتومی، مثل آشوب کوانتومی، تلپورت کوانتومی و غیره. در اینجا با افتخار اختراع خودم رو به ایفیای سوئیس معرفی میکنم. الگوریتم هوش جمعی کوانتومی. این الگوریتم متاهیوریستیک در واقع از قابلیت‌های در همتنیدگی کوانتومی، تلپورت کوانتومی و آشوب کوانتومی بهره میبره. در همتنیدگی کوانتومی باعث میشه که فرض کنید تعدادی ربات یا پهپاد با هم بتونن یک شبکه یا یک هوش جمعی داشته باشن. پدیده تلپورت کوانتومی کمک میکنه که بتونن انتقال اطلاعات امن و سریعی اینا با هم داشته باشن و آشوب کوانتومی هم کمک میکنه که در شرایطی که یک سری موانع غیر منتظره ایجاد میشه، در واقع این پهپادها یا ربات‌ها بتونن انعطاف پذیر باشن و سازگار بشن با اون محیط و بتونن بهترین تصمیم رو تو محیط‌های پیچیده داشته باشن. خیلی ممنون از توجه شما. این یک شروع انقلابی میتونه در حوزه رباتیک و هوش مصنوعی و ترکیب هوش مصنوعی و کوانتوم باشه. خیلی ممنون از توجه شما، سپاسگزارم.